سلام دوستان، به یه مشکلی برخوردم و اون اینه که من از فیلتر شکن استفاده میکنم. وقتی که فیلتر شکن فعال، آی پی به خارج از ایران که تغییر داده میشه، این سایت های ایرانی که آی پی هاشون ایرانیه باز نمیشن، به مشکل برمیخورن. در حالت عادی خب من غیر فعال میکردم موقعی که کار داشتم با سایت ها و واردش میشدم. الان که میخوام از یه افزونه استفاده کنم برای تحلیل این سایت و اون افزونه تحریم هست و مجبورم که از فیلتر شکن استفاده بکنم تا باز بشه، ولی در مقابل تو همان نمیتونم با سایت هم کار بکنم. اگر مجددا ببینید سایت رو بخوام بزنم، الان فعال وی پی ان هم فیلتر شکن فعاله، این افزونه داره کار میکنه، خب با سایت نمیتونم کار بکنم. برای حل این مشکل آسون ترین راهش اینه که ستینگ، یعنی برنامه ویتوریل باز میکنید، ستینگ، روتینگ ستینگ، اینجا یه رول ایجاد میکنید، ریمارک میذارم IR 2، اولا یه دونه دیگه ایجاد کردم IR، اینو 2 میذارم، اینو میذارید روی ASIS دومین استراتژی رو. در این فضای خالی رول لیست، تو فضای خالی کلیک راست میکنی، اد رول رو میزنی، اینجا این سایتی که میخوایم از فیلتر شکن استفاده نکنه رو آدرسش رو مینویسم. من تروب داشتم باش کار میکردم، torob.com. گزینه بالا outbound tag، اینو میذارید روی دایرکت. وقتی میذاریم روی دایرکت یعنی این دامین دیگه از فیلتر شکن استفاده نشه برای ورود بهش. کانفرم. یه رول دیگه میشه اضافه کرد، این رول رو من اضافه کنم، باعث میشه که تمام دامنه های که انتهاشون آدرسشون IR هست هم از این فیلتر شکن استفاده نکنن، باز بشه. اینم بزن، من میذارم تو کپشن براتون. کانفرم، مجددا کانفرم. در حالتی که VPN فعال هست، اینجا یک گزینه روتینگ من میذارم روی IR2 که خودم نامگذاری کرده بودم و میریم تست میگیریم. VPN فعاله، تروب باز شد. الان تروب از فیلتر شکن استفاده نکرد، افزونه باز شد، تا همون میتونم ازشون استفاده کنم.